سلام و درود فراوان خدمت دوستان عزیز. من ادریس داوریان هستم و شما بیننده دومین اپیزود از ادریس تاک هستین. مهمون امروز من باز هم آدم مرادیه، آدم پرحاشیه که امروز به من افتخار داده و اومده و قراره کلی با هم دیگه جنگ و جدل بکنیم. بازم مثل دفعه پیش روی این قضیه تاکید دارم، نقدایی که امروز میشه صرفاً حرفای تریده و من با شخصیت و یا لایف استایل آدم هیچ کاری ندارم. ما با هم دیگه دوستیم و آدمو انسان بسیار آزاده‌ای میدونم، ولی خب در مورد ترید قراره یه مقداری با هم دیگه بحث‌های جنجالی داشته باشیم. خب آدم سلام، خوشحالم که تو این برنامه هستم. سلام، خیلی خوش اومدی. بریم دعوا، بریم تو رینگ. بریم تو رینگ. دنگ 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 رانده. خیلی خب ببین آدم، در مورد روانشناسی ترید میدونی که یه چیزی که خیلی مهمه قضیه اوور کانفیدنسه که در تو موج میزنه. برای اونایی هم که نمیدونم بگم که اوور کانفیدنس به معنای اعتماد به نفس بیش از حده. اگه بخوام یه مثال بزنم، مثل این که یه پراید داری که باهاش داری 200 تا سرعت میری و هر چقدر هم بهت میگن که آقا این پراید سیف نیست، تو همچنان به کار خودت ادامه میدی. یه جورایی تو ترید اینجوری. اینو قبول داری؟ نمیدونم، تا از بیرون به خودم نگاه نمیکنم، نمیتونم بکنم که ببینم من تو ترید اینجوری هم یا نیست. نمیدونی؟ نه. ایده ندارم من اوور کانفیدنس ام. من آدم ریسک پذیریم، خیلی ریسک پذیر. خب قبول نداری که ریسک باید منطقی باشه؟ طبق هیچ منطقی یه آدم حمال مولتی میلیونر دلاری نمیشه. طبق هیچ منطقی تو جایی که من دارم زندگی میکنم توی دبی آدما نمیتونن به اونجا برسن. طبق هیچ دو تا چهار تایی آدما به این نقطه نمیرسن. میدونی منطق اصلا، من آدمی ام که اگزاجرر زندگی میکنم، ماکسیمالیست زندگی میکنم و فکر میکنم که بالانس یعنی فقر. یعنی اگر من زندگیم رو روتین پیش میبرم، همه چیزم در بالانسه، به اندازه کافی به پارتنرم توجه میکنم، به همون اندازه کار میکنم، به همون اندازه تفریح میکنم، همه چیزی رو در یک آرامش و بالانسی دارم پیش میبرم و این حرفا، خب این یعنی فقر، این تعریف فقره. و تو میگی اوور کانفیدنسی، من میگم که آره میپذیرم که من آدمیم که اعتماد به سقفم، اعتماد به نفسم از لولی که باید باشه بالاتره و اگزاجره است، زیاده، اووردوزه. قبول میکنم این حرفو. از اون طرفم بهت میگم که چند درصد از آدما توی از لحاظ حجم پول و سرمایه تو لول من هستن، درصد پایینه. خب پس این یه چیز غیر عادیه. یعنی تو دنیای امروزی ثروتمند بودن غیر عادیه، به همون اندازه که اوور کانفیدنس داشتن غیر عادیه. با کانفیدنس عادی نمیشه به اینجا رسید. شما باید دیوونه باشی. خب پس تو اعتقاد داری که هر کسی که مثل تو چارچوبا رو بخواد بشکنه، از اون کامفورت زونش بیاد بیرون، مثل تو میشه؟ نه. خب پس چرا تو آموزشات میگی؟ راه حل دیگه ای نیست، خیلی ساده است. ببین ما اصلا مفهوم ریسک یعنی همین دیگه. یعنی آقا یا شما ریسک میکنی یا میرسی یا نمیرسی، سعی میکنی ریسک رو مدیریت کنی، در نهایت هم مدیریت بکنی. خب نه مدیریت هم بکنی، ریسک مفهومش همینه، قطعی نیست. من یه چیزی رو ببین، بذار اینجوری بگم، فقر قطعیه، زندگی معمولی داشتن هم قطعیه. بالاتر از این، خارج از حاشیه امنیت تو هیچی قطعی نیست. توکل تو علی الله، انشالله که برسی، بقیهش رو خودت باید حساب باز کنی. و ببین خارج از حاشیه امنیت تو زمین میخوری، شکست میخوری، باخت میدی، ریسکات بعضی وقتا جواب نمیده، در 90% مواقع ممکنه جواب نده، اون 10% که جواب میده ممکنه به اندازه کافی نباشه یا باشه. اوکی. فلذا کلا پروسه ثروتمند شدن مساوی است با ریسک. یا شما ریسک میکنی یا کارمند دیگه. اصلا واسه همین اینقدر آدم‌ها کارمند داریم دیگه، چون نمیخوان ریسک کنن. تو تریدری، درسته؟ من تریدرم. تو با این ایده‌ای که دادی، یعنی داری کاملا قضیه مدیریت سرمایه توی چارت زیر پا میذاری. یعنی میگه اگه من مثلا تو کیف پولم $10,000، من یه آدمیم که با 10,000 تاش ورود میکنم به معامله. خب ولی خب تو داری از یه طرف مدیریت ریسک رو داری درس میدی. این دوتا چجوری قراره با هم دیگه تطابق داشته باشن؟ ببین من آدم ریسک پذیریم، توصیه نمی‌کنم. یعنی من اصول رو تدریس میکنم. خب تو دانشجو داری اینو آره. الان تو اینو داری الان بهشون یاد میدی، در حالی که خودت میدونی مدیریت ریسک و سرمایه جزء اصولیای اول تریده. من اون مدیریت سرمایه خودم که یک مدل ریسک عجیب غریبیه که من آدم ریسک پذیریم خب تدریس نمی‌کنم. همه که آدمای عجیب غریبی نیستن. من تدریس نمی‌کنم. ما داریم در مورد عموم مردم صحبت می‌کنیم. اینجا دو تا بخش میشه. تو داری یا راجع به من صحبت می‌کنی یا راجع به تدریس. من در مورد، ببین اول صحبتام گفتم آدم مرادی نه، من
من و تو خارج از اینجا با هم رفیقیم. نه الان راجع به من صحبت می‌کنی یا تدریس؟ همین دو تا موضوعه. داریم در مورد دیدت نسبت به ترید صحبت می‌کنیم. من ریسکام خرکیه ولی اینو تدریس نمی‌کنم. من تو تدریس هم میگم منطقی نیستش که من ریسکام خرکیه. خب تو یعنی الان میری مثلا به دانشجو میگی که من ریسکام خرکیه، تو هم بیا با $5000 مثلا ورود کن به یه معامله. من دارم میگم نه دیگه، من اینو تدریس نمی‌کنم. من میگم شما باید مدیریت سرمایه‌تون اینجوری باشه که نهایتاً 2% از کل سرمایه‌تون رو استاپ بخورید. یعنی شما $500 داری $10 میتونی استاپ بخوری. آخه آدم رطب خورده کی کند من رطب. خب نه تو یه چیزو در نظر نگرفتی. خب صبر کن بذار من بگم ادامه دارد. خیلی خوب. شما میای اینجوری شروع میکنی، بعد از 1 سال 2 سال وقتی خودت اعتماد به نفس کافی حضور در بازار رو پیدا کردی، ریسکتون میبری بالاتر. یه جایی موقعیتی میبینی ان تا المان توی بازار هست، ان تا تاییدیه داری، 2 سال تجربه داری، یه ولتی داری و یه اکانتی داری. یعنی به این درک رسیدی که تو نیاز به یک ولت داری و یک پول توی حساب صرافی داری. به همه اینا رسیدی، استراتژیت رو کامل درک کردی، تو یه معاملت بازار پا میده، $1000 داری، کل $1000 رو ریسک میکنی. ولت هم داری، یعنی پول صرافیت لیکوید میشه ولی تو ولتت به راحتی میتونی مبلغ رو ساپورت کنی. $1000 کم لیکوید بشه با این وضعیت فعلی، به ریسک اینکه اون $1000 بشه $4000. خب کی همه اینا رو اضافه قبلش هیچ کس رو نمیشنوه. قبلشو شما 2 سال تو بازاری، تجربهشو داری، به درک استراتژی رسیدی، ولتو داری، پسندازو داری، سودده هستی، تریدر حرفه‌ای. بعضی جا ریسک خرکی میکنی، هیچ کس نیست که بگه من ریسک خرکی نمیکنم، همه میکنن. من نمیدونم چرا اساتید توی بازار دارن تدریس میکنن یه جوری نشون میدن ترید انگار مثلا ما هرگز ریسکای عجیب غریب نخواهیم کرد. ما میکنن ولی عنوان نمیکنن. چرا من با بخشی از پولم قمار میکنم؟ ببین تو در کنار اینکه ترید رو درس میدی، ببین نگاه بذار قرارش رو واسه حرف نه دیگه مگه من واسه حرف تو پریدم. تو در کنار اینکه ترید رو تدریس میکنی یه قبیله داری. خب چند نفر عضو اون قبیلتن؟ 300 خورده هزار. 300 خورده هزار نفر. درسته. تو برای اون آدما آیکان هستی. 100%. تو برای اون آدما یه جور لیدر هستی، یعنی اینکه حرفای تو رو قبول دارم، من دیدم که میگم. خب دفعه پیشم گفتم اتفاقا خیلی با این ایده قبیلت من موافقم، به خاطر اینکه خیلی محتوای آموزشی خوب داری. خب اون آدمی که برای اون 300 خورده هزار نفر آیکانه نباید بیاد بگه من ریسکای خرکی میکنم. خب اونا خب به خاطر اینکه اونم دوست دارن پشت دست تو بازی کنن و در نهایت موجب به شکستشون میشه. 5 سال بعد بکنن، الان نکنن. بکن 3 سال بعد بکن. مگه من اون روز اول که ریسک خرکی نکردم که رسیدم به یک جایگاهی که تونستم ریسکای خرکی کردم؟ شما هم بکنید. چرا نکنید؟ برس بکن. نمیشه که. آخه حرف داخل چه منطقی پشت اینه؟ رطب خورده رو من رطب حرام است. من شیت کوین میخرم، بله میخرم. بیام تو دوربین نگاه کنم بگم نه من شیت کوین نمیخرم. در حین حالم برمیگردم میگم من شیت کوین میخرم و باخت میدم. تو در 99% مواقع شیت کوین به فنا میره. تو مخاطب تو یک برزخ فکری قرار نه خیلی واضحه. از یک طرف نه از یه طرف میای وسوسهش میکنی، از یه طرف میگی نه این کارو نکنی. نه اصلا در مورد شیت کوین صحبت نمیکنم، در مورد این پرسپکتیو و دید تو نسبت به قضیه ریسک توی ترید دارم صحبت میکنم. از یه طرف میای یه در باغ سبز بهش نشون میدی، میدونی اگه $1000 بشه $10,000 چقدر زندگی عوض میشه. خب میشه اگه میشه، ولی خب اگر اون $1000 از دست اون بچه بره چی؟ میشه باخت داده. نمیشه که. یعنی تو هیچ احساس مسئولیتی در قبال دانشجویت نمیکنی؟ چرا؟ خب اگه میکنی چرا اینو میکنی تو مخشون؟ خب آخه میتونن $1000 بکنن $10,000. چجوری میتونن؟ در یک برآیند 6 ماهه. خب نه با یک میگم ریسک خرکی. نه خب ببین باز نگاه کن، من اینو میگم، من دارم میگم آقا شما در یک برآیند 1 ساله میتونی به این نقطه برسی که $1000 تو بکنی $10,000، نه ماه اول $1000 2 برابر بشه، خورد سود مرکب در ماه 12 بشه $10,000. من اینو خیلی سریعتر این کارو انجام میدم ولی میگم آقا برای شما که تازه اومدی در یک برآیند 1 ساله میتونی این حرکت رو بزنی. شدنی است، کاملا قابل اجراست، میشه، شرایط داره، بالا پایین داره. 5% از تریدر رو این کار میکنه. پس تو 95% میدونی که سوخت میدن. آفرین. 95% استارتاپ ها شکست میخوره، 95% بیزینس ها به سال پنجم نمیرسه، 95% کارمندا سال پنجم اخراج میشن، 95% کسایی که لیسانس گرفتن در حوزه‌ای که لیسانس گرفتن سر کار نمیرن.
خب پس ما کلا 5% دنیا موفقه. چرا انتظار داری ترید مثلا تو تریدر شدی باید 50% کسایی که تریدر میشن موفق باشن؟ 99% کسایی که باشگاه میرن سیکس پک ندارن. عقیده‌ای که من کاملا باش مخالفم. 95 اصلا تمام سعی من از این ندارن. اصلا تمام سعی من از این پادکست این بود که این رو ما بیایم جا بندازیم که ترید یک دانشه. ما یک کلمه‌ای داریم تو انگلیسی به اسم educated یعنی تحصیل کرده. باید educated باشی توی ترید، نه اینکه باید بیای با خودت بگی آره من یکی میشناسم آدم مرادی خیلی هم آدم پوری رویز داره، جی داره، ببینم توی دبی ویلا داره، پراپرتی داره، این به من گفتش که من ریسکای خرکی کردم به اینجا میرسم، باشه پس منم میرم ریسکای خرکی میکنم. تو مخاطبت کیه؟ نه تو مخاطبت یک آدمیه که تازه ترید رو شروع کرده و ذهنشو هر جوری که شکل بدی اونجوری شکل میگیره. صحبت من اینه، مخاطب تو که یک تریدر پروفشنال نیستش که تو لول خودت که بیای بگی ببین من استایلم اینه، اون بگه من استایلم اینه. مخاطب داره پشت دست تو بازی میکنه، تو داری بهش مشق میدی. درسته؟ چون میدونم آدم دلسوزی هستی، دیدم دیگه 6 سال 7 سال دارم میبینم آموزشاتو، با هم رفیقیم. خب کدوم یکی از آموزش‌های من گفتم ریسک خرکی بکنید؟ الان داریم میکنم. نه تو پرسیدی تو میکنی، گفتم آره میکنم، دروغ نمیگم. آقا الان که تو من بگی تو مشروب میخوری، آره میخورم. چی میدونی مثل چی میمونی؟ حالا که انقدر باشگاه رو دون خولیا میخورم، الان که انقدر باشگاه رو دوست داری، آدم مست میکنی، آره پارتی میری، آف کورس فستیوال میری 100%. چرا اینا رو تو دور الان مخاطبت هم فکر میکنه باید هر شب بشینه عرق سگی بخوره. خب داداش من دارم فستیوال برزیل میرم، شما هم بیا برزیل. کی من 10 سال قبل حمال بودم، تو الان تو موقعیت 10 سال قبل منی، نمیگم حمالی، کارگری، راننده اسنپی نداری، داری تازه شروع کردی، اصلا هیچی از ترید نمیدونی، الان نه یا فستیوال، ولی بعد 3 سال بیا خوش میگذره. و الان تو میگی یعنی تو مردم رو دعوت به مشروب خوری میکنی؟ نه عزیزم، میگم ولی اگه میخوای بخوری بخور، اصلا به من چه؟ تو وقتی رسیدی به یک جایی که تو میتونی ریسک بکنی میکنی دیگه. وقتی آقا تو تریدری، ولت تو داری، ببین من اصلا خودم شخصا یه اکانت دارم واسه ریسکای خرکی، میدونم، یه اکانت دارم واسه معاملات معمولیم، یه اکانت دارم واسه معاملات بلند مدتم، یه ولت دارم که همه این اکانت‌ها رو ساپورت میکنه. بعد من به علاوه اینکه همه این کارا رو میکنم، هر معامله‌ام که سود میشه 10% از همون چیزی که ترید کردم هولد اثبات میکنم. نه هولد اثبات میکنم. بعد من بخشی از سودم هم شت کوین میخرم. بعد همه اینا رو هم درس دادم. بعد تو از همه اینایی که من درس دادم، اگر مخاطب گرامی پاشودی رفتی فقط شت کوینشو فهمیدی، یا مثلا پاشودی رفتی فقط ریسک خرکیشو فهمیدی، خود دیگه تقصیر من نیست. من به تو گفتم اول این، بعد این، بعد این، بعد این ولت، بعد اون اکانت، بعد این اکانت، بعد این اکانت، بعد از سودت بذار تو این اکانت، در سال سوم با این ریسک خرکی بکن. بعد تو اگر از آخرش فقط این یه تیکر رو برداشتی رفتی ریسک خرکی کردی، مشکل از من نیست، مشکل از توئه و تو نمیتونی به من تو این زمینه گیر بدی. من نمیپذیرم، من این نقد رو نمیپذیرم. ماشاءالله هوش هیجانی و انرژی بالا قرار شد تاک باشه، نه سینگل تاک. من یه مثال باشگاه رو نزدی. چی گفتی؟ 99% کسایی که باشگاه میرن سیکس پک ندارن. تو سیکس پک داری، درسته؟ من نه برای مثال. توی نه مثالش هم تو مخ هیچ کس نمیگنجه. برای مثال توی مربی هستی، مثال محل فارغ. توی مربی هستی که یه باشگاه داری و تو آدمی هستی که سیکس پک داری، ولی تو از هورمون استفاده میکنی. خب که میدونی که هورمون استفاده کردن کجا خیلی خوبه عالی آدم. هورمون استفاده کردن، هورمون مثلا تستوسترون استفاده کردن، که بری آزمایش بدی کنترل شده باشه، سعی کنیم صورت مسئله رو پاک نکنیم. نه خب واقعا اگر آزمایش بدی اوکیه. و وسط حرفم نپریم، این جیم تاک نیست، این ترید تاکه. مثل اینکه تو بگی ببین من هورمون زدم، خب من مثلا چند دوز هورمون زدم، سیکس پک اومده بیرون، خب من اینجوری ام. به شاگردات بگی، به جای اینکه بهشون یاد بدی چه جوری اصولی بدنشون رو نچرال بالا بیارن، بگیرم من هورمون زدم، حالا تو هم یه 3 سالی بیا باشگاه، بعد 3 سال برو هورمون بزن. این درسته؟ آره. کجاش درسته؟ آخه 3 سال مداوم بری باشگاه، بعدش حالا بالاخره یه تستوسترونی بزنی، بعد نیست دیگه، بعد نیست. تحت نظر پزشک این کارو بکنی. ببین این چیزی که اونایی که میرن باشگاه همه تحت نظر پزشک دارن تستوسترون میزنن. خب اونا نمیزنن، مشکل من نیست، اصولش ولی اینه. این دیگه اصولش اینه دیگه. استاد بازی با کلمات. نه واقعیته. آقا من تو باشگاهمون دارم میبینم همه میزنن. منتها یارو میره دکتر آزمایش میده، بعد دکتر میگه این دوز خیلی مایکرو دوز، خیلی کم. نه اینکه مثلا من تستوسترون رو میخرم توی مثلا رختکن باشگاه
میزنم بعد فرداش اینجوری میشم نیست اصلا. یارو 3 سال داره میره باشگاه، بعدن خشک فلان ترکونده، مسابقاتم نمیخواد بره، یه دوز میخواد بزنه، بعد این دوزه رو میره آزمایش میده، آزمایش خون میده، دکتر بهش میگه تو اینقدر میتونی بزنی، بعد اینقدر رو میزنه. من نمیتونم هورمون زدن رو منع کنم چون میبینم دارن میزنن و اوکی هم هست و کاملا هم سلامته. اون جایی بد میشه که تو این هورمون رو زیاد بزنی، تو آبم زیاد بخوری بده. این زیاد و کمشو کی مشخص میکنه؟ دکتر. تو میری دکتر میگه تو سطح تستوسترون اینه، اینقدر میتونی بزنی. یه موقع است تو میری یارو کوهی از تستوسترونه، سطح تستوسترون اینجاست، بعد خب تو بزنی اشتباه دیگه. Buddy, this is not a gym talk. That was only example. Okay, don't play with words. Don't play with words. داری با کلمه‌ها بازی میکنی. خب استاد این کاری تو. خودت میدونی تو استاد این کاری. تو پوینت حرف منو فهمیدی. خودت هم میدونی، از چشات معلومه. میشناسمت دیگه، 10 سال میشناسمت. از چشات معلومه پوینت حرف منو فهمیدی. ببین، ریسک کردن چیز بدی نیست، ولی به نظر من باید توی جایگاه ریسک کردن باشی. خب تو مثلا اگر میخوای ریسک بکنی، تو خود دفعه پیش مثال کازینو رو زدی. خب من بهت گفتم من نه فن کازینو هم، نه رفتم تا حالا، نه میرم. ولی کسی که میره کازینو نمیره که با کردیت کارتش کش ادوانس بکنه بکشه بیرون. نه، نمیره ببازه. میگه من امشب این $1000 رو آوردم اینجا، باختش هم برام مهم نیست دیگه. نمیره خونش رو تو گروی بانک بذاره با پولش بره کازینو. اگه این کارو کنه احمق ترین آدم دنیاست. خب صحبتی که من دارم اینه که چه اشکالی داره همین ریسک رو بشه مدیریت کرد، از یک عدد کوچیک به عدد بزرگتر. تو قابلیتات متفاوته، خودت هم میدونی. فکر نمی کنم کسی هم بتونه کتمانش بکنه. تو خیلی هارد ورکری، خیلی سخت کوشی، ذهن بسیار شارپ و فعالی داری. یعنی من دیدم بعضی وقتا ذهن تو مثلا با هم که نشستیم داریم یه کافی میخوریم، توی 20 تا لاین مختلف این ذهن داره اکتیوه، داره کار میکنه. اینو تکست میدی، اون هندل میکنی، ترینش کرد. آفرین، دقیقاً میخواستم به همین برسم. ترینش کردی که الان میتونی ریسک بکنی. تو از کسی که ذهنش ترین نشده نمیتونی انتظار داشته باشی و نمیتونی این ایده بیهوده رو بکنی توی سرش. منظورم تو نیستی یا هر آدم دیگه ای که بیا مثلا برو مثلا موتورتو بفروش، با پولش بیا کلشو بزن تو بازار، برو یه دونه شیت کوین بخر، این پامپ میشه، پامپ کشید بیاد بیرون، که همون بحث هرد منتالیتی میشه دیگه، ذهنیت گله‌ای. میدونی که خیلی از آدمایی که ترید رو شروع میکنن قربانی ذهنیت گله‌ای هستن. بذار کنار، قبلش رو ببریم. ببین اینجا باز تو الان اینو میگی، مخاطب فکر میکنه من دارم این کارو میکنم. اولا که من شیت کوین معرفی نکردم و نخواهم کرد و کلا اصلا بیزینس من نیست شیت کوین. من میخرم. من مثال زدم. خب من مثال رو دارم برای اون شفاف میکنم، اونا بدونن. اوکی. خب این یه موضوع. دوم، من به طرف هیچ کس نمیگم بگی آقا بیا این کارو بکن بعد مثلا برو موتورتو بفروش. من در همه آموزشام، وایسام، پستام مثاله. من نگفتم تو گفتی. میتونی خب من اینجا فکر کنم من گفتم. میتونی برای مخاطبت کلیر بکنی، روشن کن. من نیست که مخاطب توه. برای مخاطب روشن کنش. من هرگز همچین حرفی نزدم و اصلا کلا تو ساختار اینو من اینجا میگم بدونید. هرگز برای ورود به بازار نه ماشین بفروشید، نه خونه بفروشید، نه زمین بفروشید، نه طلا بفروشید. چی؟ شما باید نقدینگی اضافه خودتون رو بیارید تو بازار. اضافه چند درصد از دارن نقدینگی اضافه دارن تو 10 میلیون همه دارن، میتونن جور کنن. آدم با 10 میلیون چه تریدی میشه که میتونن مهارتشو یاد بگیرن. مهارتش میشه یاد گرفت، قبول دارم، همین کافیه. من باید موافقم. تو مهارت تریدر حرفه‌ای رو یاد بگیری و $100 برای کل زندگیت کافیه. من تو این زمینه واسه اولین بار باید منو با $100 و یه دونه گوشی و اینترنت بندازن تو بیابون برمیگردم همین جایی که هستم تو 5 سال. آدم تو رو بندازن، نه هر کسی. خب مهارت رو منم یاد گرفتم دیگه، چرا از من آدم فضایی میسازید؟ مثلا آدم تو متفاوتی، خب خونم رنگی تره، مثلا چیم موام بلنده، به خاطر موامه متفاوتی، به خاطر اینکه تلاش کردی متفاوت. خب تلاش کنن دیگه. من میگم تو به عنوان کسی من روی صحبتم با قبیله است، تلاش کن دیگه. خب نه تلاش کردن خیلی عالیه. اتفاقا من طرفدار اینم. اتفاقا وقتی که دیدم توی قبیله زور بزن، اگه یاد باشه وقتی تو قبیله دیدم که اومدی آموزش زبان انگلیسی گذاشتی، چقدر استقبال کردم و چقدر گفتم چقدر کار خوبی کردی. یه چیزی بهش میگن باقیات صالحات. یعنی تو یک آموزشی می‌بینی که بعد از اینکه از این دنیا رفتی همچنان اون ثوابا برات میفته. آموزش دادن کار خیلی مقدسیه. خب اینو داشته باش. قبل از اینکه بریم به هرد منتالیتی برسیم، میخوام اینو بهت بگم. این یه بخش صحبتت بود، میخواستم جواب بدم.
یه بخش دیگهش کجا بود یادم رفت. چیا گفتی؟ بگو بگم. در مورد اینکه تو آیکانی در مورد قبیلت. نه اصلا قبیله رو ولش کن. یه چیز دیگه بود. در مورد یکی این بود ریسک. در مورد ریسک کردن. در مورد این کسی تو به هیچ کس نگفتی بره موتورشو بفروشه. آره اونم که گفتم. من قبلش که گفتی قبلش یه چیز دیگه گفتی می‌خواستم جواب بدم یادم رفت. ولش کن بریم ادامه بس. یه لیوان آب بخوریم. بله. یه کات بده میثم. نه کات نه. نه میثم دادم. میثم میبینه دیگه. آدم تو فکر نمی کنی که با این طرز تفکر داری ایده هرب منتالیتی یا اون تفکر گله‌ای رو داری به مخاطب دیکته میکنی؟ نه واقعا. چرا؟ توضیح بده. من مثلا رفتار گله‌ای دارم از تو میپرسم. من رفتار گله‌ای دارم درست میکنم. یعنی ببین اگر یه نفر باشگاه داشته باشه مردم بگه مردم بیاید ورزش کنید، مثلا رفتار گله‌ای من در مورد شیت کوین و پامپ و دام صحبت نمی‌کنم چون تا این کارو نکردی. خب نه اینو من تایید میکنم. این قضیه ریسک بزرگو داری میگی. من ریسک ببین نگاه باز میگی تو میگی آدم تو ریسک گنده میکنی، میگم من خرکی ریسک میکنم. بعد تو میگی خب مخاطبت مثلا مخاطبم نگفتم نه آموزش دادم نه نشون دادم که ریسک خرکی میکنم. غیر مستقیم داری زمین ناخودآگاهش داری هدف اولین بار جلو تو گفتم اصلا به هیچ کس من نمیگم، مثلا نشون نمیدم، اونا نمیدونن من چه عددی سود میکنم. یارو از من سود میبینه 4000 تا 5000 تا، یا اصلا نمیدونه من چه جوری دارم ترید میکنم. اون 4000 تا 5000 تا کمه؟ ناموسن که خدا وکیلی کمه. برای تو کمه؟ نه برای همه کمه. $4000 تو ایران پول کمیه؟ ببین توی واسه تریدر فی کمه دیگه. چرا اینجوری؟ آخه تو یه جوری آخه میگی انگار مثلا تمام مخاطبات تو تریدر اینترنشنال هستن. برای چی فکر میکنی $4000 تو ایران کمه؟ نه موضوع ایران نیست اصلا. حقوق یه کارمند تو ایران چقدره؟ تسلیم $4000 زیاده. خب من تو ایران زیاده. اصلا اوکی همه جای جهان زیاده. اصلا ایران زیاده. همه جای جهان زیاد. من ترید مگه ایرانیه؟ ترید مگه اینترنشنال نیست؟ چرا؟ مگه ما به اقتصاد جهانی وصل نمیشیم؟ خب چرا من باید جهانی فکر نکنم؟ به خاطر اینکه مخاطبات ایرانیان. مگه تو مخاطب جهانی مگه تو اقتصاد ایران داره ترید میکنه؟ $4000 در اقتصاد جهانی هیچی نیست. در اقتصاد جهانی چیزی نیست. وقتی من به اقتصاد جهانی وصل میشم $4000 در اقتصاد جهانی چیزی نیست. ولی چرا ترید رو به لوکیشن محدود میکنی؟ اصلا مهم نیست. یعنی من یه سوال از تو دارم، اگر اون ایرانی تو آمریکا باشه $4000 در بیاره اوکی دیگه، اوکی. ولی اگر تو ایران در بیاره اوکی نیست. نه خیلی زیاده. من حرفم اینه آقا این همون ایرانی است که میره تو آمریکا $4000 در میاره از ترید. نمیگم اونجا میره کارگر میشه، میگم شغل ترید. یه نفر به این مهارت رسیده که $4000 در ماه در بیاره. کجاست؟ تو آمریکاست. زیاد در نمیاره. ولی همون آدم تو ایرانه خیلی زیاده، ریسکه فلان. نه ترید یک شغلی است که به لوکیشن هیچ ارتباطی نداره. تو همه جا میتونی در بیاری و $4000 برای تریدر حرفه‌ای کمه. تو ایران کمه، تو افغانستان کمه، تو ارمنستان کمه، تو ناف نیویورک هم کمه. برای تریدر حرفه‌ای این عدد همه جای جهان کمه. حالا من ایرانی ام میتونم مدل ایرانیشو فکر کنم. نه $4000 خیلی زیاد، خیلی ریسکه. خیلی نیست واقعا. $4000 برای تریدر حرفه‌ای خیلی کمه. استاد من که 10 سال قبل تینا برگیالی من ازش ترید یاد گرفتم، ما 5 تا 10 تا میزنه و خودش هم میگه، منم بهش میگم بابا تو خیلی کم. میگی راست میگی، خیلی کم در میارم. سخنرانی جنجالی تموم شد. سخنرانی نیست، واقعا فکته. میدونم فکته. آقا نمیشه من اقتصاد جهان رو در نظر بگیرم بعد $4000 زیاد بدونم. $4000 حقوق کارگر ساده مکدونالده. چطور من میتونم اینو زیاد بدونم؟ ما بدبخت شدیم که $4000 واسمون خیلی شده. $4000 حقوق میثمه. من میتونم صحبت کنم؟ میثم بدبخت نیست. حالا اونم الان گیر میدن میگن بدبخت. آقا ما غلط کردیم، ولمون کن. چه داستانی داریم ما. من میتونم صحبت کنم؟ بله. $4000 پول زیادی نیست. من متوجهم. من 19-20 سال ایران زندگی نکردم. $4000 تو کانادا پوله؟ میدونم هیچ پولی نیست. پولی یک ماه کرایه خونه است. خب ولی وقتی که تو میخوای ریالتو تبدیل بکنی به یک مبلغی که بشه $4000، من گفتم $4000 سرمایه اولیه بیار تو بازار. نه آدم با کلمات بازی نمیکنم. میگم سرمایه تو رشد. تریدر حرفه‌ای سرمایه اولیه تو رشد. اونی که داره میشنوه الان هم متوجه میشه من چی میگم، هم متوجه میشه تو چی میگی. خب فرار نکن از بحث. خب من $4000 برای یک آدم که تو ایران بره ریالشو تبدیل به تتر بکنه و اونو بیاره توی بازار مالی، آدمی که یک سطح متوسطی از زندگی رو داره، پول خیلی زیادیه. آره. در حال حاضر
بله. پول خیلی زیادیه. بله. تقریبا اگه با 400 تتر میلیون. $100,000 تومن هم میخوام بخوایم تبدیلش بکنیم میشه 400 میلیون تومن. با 400 میلیون تومن یکی میتونه بره شاید عروسی بکنه، جشنشو برگزار بکنه، میتونه بره پول پیش خونه‌شو بده. بله. پس اگر داره زندگیشو وارد این استیج از ریسک میکنه که بیا 400 میلیون تومنو بیاره توی ترید که من موافق نیستم برای تریدر مبتدی. باز مثلا اینجا نگاه همه اینا رو داری میگی، باز من یه چیز دیگه گفتم. آخه داری بر اساس چیزش تو دارم صحبت میکنم. اگر قرار باشه این کارو بکنه باید به یک مرحله ای از رشد فکری توی ترید، توی روانشناسی ترید و توی استراتژی و توی تکنیکال رسیده باشه که اینو بیاد و کم کم شروع کنه یک بخشی از این سبد سرمایه‌اش رو وارد ترید بکنه و به قول خودت بعد 2 سال 3 سال شروع کنه به ریسکای بزرگتر. شما بفرمایید که حرف غیر منطقی من تو این جمله چی بود؟ اونجایی که تو میگی طرف $4,000 رو برداره بیاره تو بازار، من نگفتم $4,000 رو برداره بیاره تو بازار، گفتم تریدر حرفه‌ای $4,000 رو از بازار در میاره تو زندگیش. چجوری در میاره تو ترید میکنه در تریدر میاره. کی؟ تریدر حرفه‌ای. چند تا تریدر حرفه‌ای میشناسی؟ خیلی. چند تا؟ خیلی. 5-6 تاشو بگو. تو ایران تو مردم من 2 تا از دانشجوام از من خیلی بهترن. از چند تا دانشجو؟ از N1000 تا. خب از من بهترن ها رو دارم میگم. از N1000 تا میشه 2 تا. من این همه استوری گذاشتم، این همه ویدیوی رضایت، من 3000 تا ویدیوی رضایت دارم. خیلیش اصلا ویدیو نمیدن. من منکر هیچ کدوم از اونا نیستم. خب پس حالا اینجا داشته باش. من منکر هیچ کدوم از اینا نیستم. اینی که تو یک معلم واقعا خب تریدر حرفه‌ای خوب هستیم تایید میکنم. من تریدر حرفه‌ای تربیت نمیکنم. برید تریدر حرفه‌ای بشید، با هر کی که میتونید بشید، میرسید. خوبه مشکل حالا مثلا این چیز شخصی میگیره به خودت. ما داریم در مورد یک کانسپت کلی صحبت میکنیم. خب در یک کانسپت کلی شما تریدر حرفه‌ای بشی $4,000 از بازار در میاری، نه اینکه به بازار تزریق در میاری. اگه کی بشی؟ تریدر حرفه‌ای بشی. چند تا تریدر حرفه‌ای تو کل دانش آموزای تو بودن؟ تریدر حرفه‌ای که تو تاییدشون میکنی از تو بهترن یا حداقل از من بهتر یارو از من خیلی کم. من کردن که شکرخوریه خب ولی از من بهتر تو ترید حداقل تو مدیا خیلی کم هست، تو بین الملل هم کم هست. من برنده مسابقات کوکوینم. کوکوین صرافی ایرانی نیست، صرافی بین المللی رنک 3 کوین مارکت کپ. همه اینا رو میدونم. من نفر اول اون مسابقه بین ایرانیا نبوده. همه اینا رو دیدم. مسابقه بین ایرانیا نبوده، مسابقه اینترنشنال بوده. نفر اول شدم. مسابقه CMS رو اول شدم. CMS اصلا به ایرانیا فکر می‌کنم خدمات میده. البته نفر اول اون مسابقه هم شدم. آقا بلم کن دیگه. کوین لوکالی مسابقه گذاشت. کوین لوکالی بروکر بایننس. من اول شدم. مسابقه بر اساس والیوم نیست، بر اساس PNL بود. من $252,000 PNL زدم در 10 روز که نفر اول شدم. PNL نه والیوم، نه اینکه بری خرکی ترید کنی. من از طرف خودم و تمام دانشجویان بابت این دستاوردها تشکر میکنم. نه خب اینو نمیگم. میگم واقعا جدی دارم میگم. تو میگی چند تا از دانشجو از خود بهترم. میگم من 2 تاشونو میشناسم. اما خب من نمیگم که تو مثلا از بقیه بهتر نیستی. پوینت حرف منو ببین. من دارم بهت ماهو نشون میدم، تو نوک انگشتمو نگاه میکنی. برعکسش من همین حسو برعکسشو دارم. خیلی خوب. من دارم ماهو نشون میدم. دل به دل راه داره. من تو رو تکذیب نمیکنم، تو رو نقد نمیکنم. من دارم میگم بیایم یک فرهنگی رو جا بندازیم به اسم مدیریت ریسک. بذاریم اون آدم کم کم برسه به اون نقطه. نه اینکه بیان با یک توت فرنگی خوشمزه صورتی خوشگل تحریکش بکنیم که در نهایت اون توت فرنگی میتونه سمی باشه براش. 100%. خب الان تو با من موافقی؟ 100%. خب پس چرا اینقدر با کلمه ها بازی میکنی؟ دوست داری؟ نه مثلا کلمه بازی نکردم، خیلی واضح دارم صحبت میکنم. آخه تو یه موزه وایسادی بدون اینکه به من گوش بدی، همش داری موزه تو فریاد میزنی. آخه تو یه چیزی رو میگی که اصلا من نیستم، که ما دوتامون هم داریم در مورد یه چیزی صحبت میکنیم. خب آخه تو یه چیزی میگی که اصلا نگاه، من میگم طرف تریدر حرفه‌ای بشه در میاد، بعد میگی تریدر حرفه‌ای چند تا تریدر حرفه‌ای میشناسی؟ من واسه مثال میزنم، بیا صحبت کنیم راجع به این موضوع. صحبت بکنیم. چند تا مکانیک موفق تو ایران میشناسی؟ مثلا 5 تا. 5 تا. چند تا مکانیک تو ایران داریم؟ 50,000 تا. چرا اون 5 تا فقط موفق شدن؟
من نگفتم چرا اون 5 تا موفق شدم. من میگم بقیه مکانیکا در نمیارن، برشکسته شدن. عزیز من هر کی شعبه نزنه مثلا موفق نیست. من دارم میگم آقا بحث معیشت مردمه. تو با ترید میتونی و این مهارت میتونی. منم میدونم وقتی که حرفه‌ای بشی معیشت تو راه بندازی. برای میلیونر شدن یه سری مهارت‌های دیگه هم اضافه میخواد. به شرطی که آموزش درست از من نبینه از کی ببینه؟ نام ببر. من نگفتم از تو نبینه، میگم به شرطی که اون طرف آموزش درست ببینه. روانشناسی ترید رو درک بکنه، نه اینکه با هوش هیجانی بیاد خودشو درگیر بازار بکنه. خب نام ببردی بقیه‌اش هم بگو. آخه موضوع بگو من کاور نکرده باشم، یعنی جز این که طرف انتظار داشته باشه هر ساعتی از شبانه روز به پشتیبانی ما پیام بده، اینا هم یه بیکار اونجا جواب بدن، من اینو ندارم، حوصله‌اش هم ندارم کسی رو بذارم بعدم برم نظارت کنم ببینم اینو درست جواب میدن یا نه. ولی روانشناسی رو من آبرکائنات رو ساختم، کارخانه پولسازی رو ساختم، خود دوره رو ساختم، میدونی مدیریت ریسک رو ساختم. نمیشه که. سلام، من ادریس هستم و تایید میکنم که آدم مرادی دوره های خیلی زیادی رو ساخته. خب روانشناسی ترید، کارخانه پولسازی، X، Y و همه چی. با روش آموزشیش کاملا موافقم. دوره های خیلی خوبی ساخته، ولی الان ما در مورد دوره های آدم مرادی صحبت نمی کنیم. خب تو ایراد ما داریم در مورد این صحبت میکنیم. ایراد وارد نمی کنم. من دارم میگم اگر ما قراره به یک آدمی دنده بدیم که کل پولش رو ببره توی مارکت، خب اون آدم باید از لحاظ اون آدم باید از لحاظ علمی و از لحاظ روانشناسی تو اون استیج باشه و ما خیلی آدم‌هایی رو نداریم که تو اون استیج هستن. شاید از بین انتا تریدری که تو تربیت کردی تعداد انگشتای دست باشن کسی که تو اون لول باشن. اینو قبول داری؟ نه. خب پس اگر قبول نداری خلافشو به من ثابت کن. تعداد انگشتای دست خیلی بیشتره. این یک مثال از تعداد انگشتای 3 تا دست. خوبه؟ 20 نفر. خوبه؟ تعداد انگشتای مثلا 1000 نفر منطقیه. یعنی تو 1000 نفر تریدر سوپر پروفشنال میشناسی؟ تعداد انگشتای دست 1000 نفر، دست و پای 1000. تعداد انگشتای دست 1000 پا. آره. تعداد انگشتای دست و پای 10 تا 1000 پا رو حساب کنی. من خیلی خوشحالم که اینو میشنوم. خب اصلا باعث افتخارمه که یه همچین دانشجویی تربیت کردی، ولی پوینت حرف من اینه که همه این قابلیت رو ندارن. نه. اگر هم میتونن به دست بیارن، اگر بخوان، ولی میتونن به دست بیارن. خب ولی همه این قابلیت رو ندارن. پس نیام یه ایده اشتباه در مورد ریسک خرکی بهشون بدیم. ندادیم. کجا دادیم؟ الان با هم موافق شدیم. الان موافقیم. کجا ریسک خرکی دادیم؟ پس دیگه در این مورد صحبت نمی‌کنیم. خب کجا ایده ریسک خرکی دادیم؟ تموم شد دیگه، بحثش بسته شد. تو پست، تو استوری، تو کدوم محتوا، تو بحثش بسته شد. پس تو ایده خرکی ندادی. تو در حقیقت داری میگی من خرکی ترید میکنم ولی مسئول کار خودت، تو مسئول کار خودت هستی ولی تاییدش نمی‌کنی. اگر کسی میخواد این کارو بکنه با مسئولیت خودشه. آنچه که من تدریس میکنم و آنچه که در مدیا به اشتراک میذارم خرکی نیست. تو داری راجع به زندگی شخصی من میپرسی. من که در مورد زندگی شخصی پرسیدم. این ترید شخصی منه. ترید شخصی تو. ترید شخصی من تدریسش میکنم، توصیهش میکنم. میدونی نه نگاه کن، اینجا ما باید یه چیزی رو در نظر بگیریم که آدم پشت دوربین با آدم جلوی دوربین مسلماً تفاوتایی داره. یعنی من تو خونم پا میشم میرم چه میدونم لخت میشم، مثلا تو حیات خونم آفتاب میگیرم و نمیام بچه‌ها من لختم دارم آفتاب میگیرم و که نمیدونی که من کی آفتاب میگیرم یا کی چی کار میکنم و نمیدونی که. خب تو داری من میپرسی آدم تو لختم میشی؟ میگم آره شبا لخت میخوابم، کلا تو خونه لختم، کلا گرممه، من کلا آدمیم که گرممه، همیشه هم لختم. و تو میگی یعنی تو به مخاطبت میگی لخت شو؟ میگم من چه حرفی نمیزنم. پرسیدی تو زندگیت این کارو میکنی؟ گفتم آره میکنم. من بازم مثال میزنم. تو میگی آدم تو داری مردم رو دعوت به ریسک خرکی میکنی چون خودت ترید خرکی میکنی. میگم من اونو نه با کسی به اشتراک گذاشتم، نه آموزشش دادم، نه راجبش حرف زدم، نه میگم اصلا، نه استوریش کردم. تو نمیدونی. آره من $10,000 وارد میشم با $120,000 خروج میکنم. ریسک خرکی بوده. خیلی وقتا هم $10,000 هم باختم. خب اینا ریسکای خرکی منه. تو اصلا نمیبینیش. عین میمونه که بگی آدم تو مشروب میخوری؟ بله. کلکسیون ویسکی هم داری؟ بله. آیا استوریش میکنی؟ نه. آیا به کسی گفتی؟ نه. آیا مردم رو تشویق میکنی؟ نه. آیا به اشتراک میذاری بچه‌ها من الان کلابم، جاتون خالی، هایم، پارم، جر خوردم، مستم تا خرتناق، اینجا داریم میزنیم میرقصیم، با هم کلاب رفتیم آخلا مستم، من استوریش کردم؟ نه. گذاشتم یه استوری فقط اون بالا بچهای کلاب به من لطف دارن آدم مرادی ویلکام چیزی میزنن، من اونو استوری میکنم.
میدونی؟ بعد این الان چیزی که به من اینجا داره میچسبه اینه که تو ریسک خرکی رو فرهنگ کردی. همچین اصلا نشون ندادم. اصلا من همچین برداشت اونایی میشه، من میدونم دیگه، من یه عمر کارم مدیاه. من نگفتم. اگر برداشتتون اینه در نظر بگیرید. پرسید ریسک خرکی میکنی؟ منم آدمی نیستم که دروغ بگم. گفتم بله. به شما نه نشون میدم، نه توصیهش میکنم، نه تدریسش میکنم. شما خودت بعد از 4-5 سال به این درجه میرسی که ریسک خرکی بکنی. عادیه. من با اینش موافقم. اولا من نگفتم تو داری تو این سال تریدری. تو چشمای من نگاه کن بگو ریسک خرکی نکردم. من کردم. تو چشمای من نگاه کن بگو شت کوین نمیخرم به طور مداوم. ولی نمیام تو مثلا منم نمیام. من همینجا گفتم نمیام. کجای دیدم من بگم میخری یا نمیخری؟ الان ولت تو باز کنی انتو شت کوینی که قبلا خریدی سرت کلا رفته و انتو هم سود داده توش هست یا نیست؟ آره ولی وقتی که میخریم. بابا وقتی تو به من میگی بعضی وقتا من به تو میگم میخریم. وقتی که دانشجو دارم تشویق میکنی نه، به دانشجوت میگی نه، استوریشو میذاری نه، پستشو میذاری نه. چند تا شت کوین تا حالا خریدم بابا من. ببین شت کوین تتلو رو خریدم صفر شد. شت کوین نمیدونم آفریقا توکن زد خریدم صفر شد. نمیدونم فلان. انقدر من شت کوین خریدم هر روزم میخرم و همیشه هم صفر میشه. چقدر میخرم؟ مثلا از سرمایه‌ام 10000 تاش 1500 تاشو نه، اگر $10,000 دارم $10 میخرم. توصیه میکنم نه، تدریسش میکنم نه، استوریش میکنم نه، پستش میکنم نه، راجبش حرف میزنم نه، زندگی شخصیمه. تو میکنی بله. خب آدم جون ماشاءالله میگی خودت هم میکنی دیگه. فعل مکالمه رو کاملا صرف کردی برای ما. قشنگ شدی یک طرفه. الان شفاف شد. شفاف شده با این هوش هیجانی. الان شفاف شد. خیلی راحت. بفرمایید. ما هم پول دادیم میتونم صحبت کنم. عزیزم من اولا نگفتم شما داری ترویج میکنی ریسک خرکی و نگفتم داری کسی رو دعوت میکنی. گفتم به عنوان یک آدمی که آیکان هستی، به عنوان کسی که قبیله خودتو داری، خب بهتره که در این مورد صحبتی نکنی و تو کردی. تو گفتی من ریسک خرکی میکنم. اصلا چه لزومی داره عنوان کنی؟ چه لزومی داره عنوان بشه؟ من فقط بهت گفتم تو یه خود آور کانفیدنس داری. من اینجا اومدی به من میگی آقا من پادکست میگیرم سعی میکنم در اوریان ترین حالت ممکنه خودم باشم. اگر فکر میکنی یه چیزی بدآموزی داره از من نپرس، چون من میگم. من اصلا تو راجع به کلکسیون داستانی که میدونی توی تورکست بپرسی من میگم. تو اصلا من در مورد ریسک خرکی صحبت نکردم. برای اینکه براتون سوال نشه من کلکسیون اسلحه هم دارم تو ترکیه، قانونیه. خب اون مربوط الان اونا میرن اسلحه میخرن. خود دیوونه ای اگر بکنی. مربوط به زندگی شخصی خودته. من ترکیه هم قانونا میتونم میخرم، کلکسیون کردم، دادنم تلاکوب کردم، خیلی هم خوشگل شده. دوست دارم. یکی دو تا هم نیست انتاست. من ندوستم در این مورد بپرسم، ندوستم خب اطلاعاتی داشته باشم. نمیتونم به دروغ بگم. نه چون زندگی شخصی خودته. خب من از تو پرسیدم فکر میکنی آدم آور کانفیدنسی هستی توی ترید یا نه؟ بله. خیلی خوب دیگه سوال من همین بود دیگه. بله. و فکر میکنی که آور کانفیدنس بودن یا اعتماد به نفس بیش از حد که خودت تعبیرش کردی به اعتماد به سقف کار درستی هست یا نه؟ این سوال قشنگه. خب اگر بذاری من صحبت کنم سوالای من خیلی قشنگه. نه همیشه قشنگ نیست ولی این قشنگه. باید فکر کنم، باید خودم رو آنالیز کنم، نظر بدم، باید مطالب روانشناسی رو بذارم کنارش نظر بدم. ببین نمیخوام با کلمات بازی کنم، واقعیت ماجرا اینه و جواب این سوال بله یا خیر نیست. واقعا نیست. نگاه بها داره. اعتماد به سقف بودن مزایا و معایب داره. مزایاش اینه که تو زندگی یه جاهای خیلی خوب پیش میری، یه جاهای خیلی بد زمین میخوری. سرعت پیشرفت تو زیاد میکنه به همون اندازه که سرعت زمین خوردن تو زیاد میکنه. یعنی اکستریم زندگی کردنه. هر کسی بهاشو نمیتونه بپردازه. این شو جواب منطقی. پس تو خودتی که تصمیم میگیری بخوای این لایف استایل رو برای خود انتخاب بکنی. من توصیه‌ام اینه که برای شروع با اعتماد به نفس مدیریت شده و منطقی استارت بزنن. بعد برای رشد شما باید اعتماد به سقف باشی. چقدر این حرفا آشناست. من 1 ساعته دارم چیو میگم. نمیدونم ولی هرچی میگی من 1 ساعته من دارم اینو میگم. نبوده. داره ریکورد میشه. باشه anyway من برداشتم این نبوده. من خیلی واضح چند دفعه گفتم آقا ریسک باید با طول زمان اتفاق بیفته. ریسک در طی زمان باید رشد کنه. منم می‌پذیرم. چند تا اصل تو ترید که خودت بهتر از من میدونی دیگه تدریسش کردی. Fear of missing out, lose aversion, impatient, savage trading, emotional trading
همینا رو میدونی دیگه، لازم نه. تو به عنوان یک تریدر فکر میکنی که تمام این اصول رو پاس میکنی؟ نه، من رباتم که اینا رو پاس کنم. ضعف خودتو تو چی میدونی؟ ببین، تو روانشناسی فرگشتی ما این ماجرا رو داریم. مرد کلن حتی از زمان غارنشینی کلن این سلطه‌وری رو در درون خودش داشته. ما دوست داریم اوضاع تحت کنترل باشه. بعد هرچی اوضاع بیشتر تحت کنترل باشه و من مورد اپریشیت بیشتری باشم، یعنی بیشتر اپریشیت بشم، بیشتر قدردانی بشم، در محیطی باشم که اوضاع رو کنترل کنم و مورد قدردانی قرار بگیرم بابت این موضوع، مرد خوشبخت‌ترین حالت ممکنش رو تجربه میکنه. توی بازار چون من هیچ کنترلی روی بازار ندارم و قدردانی هم نمیشم، کاملا یک شغل سولو، یعنی موفقیت تو یک تریدر همین، فقط خودم میفهمم چیکار کردم. میدونی هیچ کس از من قدردانی نمیکنه اگر من 100 تا تارگت بزنم، سرمایه‌مو n برابر کنم یا این حرکت دیگه یا ببازم. میدونی یعنی قدردانی نیست ولی شماتته هست. تو این وضعیت خب روانشناسی فرگشتی میگه من به فنا میرم. طبیعتاً من هم با این مشکلات دست و پنجه نرم میکنم و همیشه هم کانفیدنس تو از دست میدی. آره منم از دست میدم. بعد 10 سال همچنان اتفاق واسه من میفته. من ربات نیستم، چیز طبیعیه. این یک. دو اینکه توی بازار اگر من تمام تلاش خودم رو بکنم که بازار رو کنترل کنم 100% میبازم. مثلا هرچی بیشتر تلاش کنی بیشتر میبازی. آخه تو نمیتونی بازار رو کنترل بکنی. خب نه که تو شخص تو هیچ تریدری بپذیره که یکی دیگه داره کنترلش میکنه. مارکت میکر اصلا کلا از هر کی نه چارت داره، من کنترلی رو چارت ندارم، پذیرشش از لحاظ روانی برای من سخته، برای همه مردا سخته. این میونه که تو وارد یک رابطه‌ای بشی بعد کنترل نه که اصلا کی میری بیرون کجا میای، کنترلی رو اوضاع نداشته باشی حالت بد میشه. آخه اصلا بازار اهمیتی به ما نمیده. قانون ظرف و مظروف میگیم ولی تو نمیتونی تو بازار این رو بپذیری. بحث پذیرششه. خب دیگه تو وقتی که چون ذات مرد تو وقتی که یک تریدر حرفه‌ای میشی اونجاست که پذیرفتی که بازار حرکت خودشو داره میکنه برای خودش. تریدر حرفه‌ای میشی تویی که سعی میکنی بیشتر بپذیری، یعنی بیشتر بپذیری. همیشه نمیپذیری. ببین به هر میره تو پاچت اول آخر. انسان میکسی از فیلینگ‌های مختلف. آره. درسته؟ نمیتونم این قضیه رو انکار کنی. من خودم یه چیز در مورد خودم کشف کردم. تو یه سری تحلیل‌های تکنیکال داری و یه سری استراتژی داری. خب اینا بهت کمک میکنه تا یک پوزیشن رو باز بکنی. دقیقاً از زمانی که پوزیشنت باز میشه تا پوزیشنت بسته بشه، حالا یا تیپیت میخوره یا استاپت میخوره یا در خیلی مواقع خود دستی میبندی، خب دوچار یک نوع احساسات خاص میشی. خب یعنی دیگه تحلیل‌های تکنیکال به نوعی کنار میره و این تویی که چجوری با کنترل افکارت، با کنترل احساساتت تصمیم میگیری اون پوزیشن رو باز بذاری، اون پوزیشن تارگتت رو بزنه. آیا انقدر صبور هستی که وایسی ببینی به کجا میرسی یا نه؟ یکی از فیلینگایی که خیلی توی آدم‌ها مشترکه اون احساس ترس یا ذوقه. دیدی قدیمی‌ها میگفتن طرف با یه قوره سردیش میکنه، با یه مویز گرمیش میکنه. این چیزی که تریدر نباید واقعا داشته باشه، یعنی پایبند بودن به استراتژی خودت. ولی متاسفانه این هجوه‌ای از احساسات که به سمتت هجوم میارن نمیذارن به استراتژیت پایبند بمونی. نه مثلا منم همیشه به استراتژی پایبند نیستم، این چیز طبیعیه. پس قبول داری که این یه بخشی از نیچر ترید و بازاره؟ رد دادن و ریونج تریدینگ. ولی فشار خیلی بالایی داره ترید، جزئی از خیلی فشار بالایی داره. چجوری این فشار رو تو هندل میکنی؟ هندل نمیکنم، تحمل میکنم. تحملش میکنی؟ کارش نمیتونم بکنم. مثلا نمیتونی هدایتش کنی یا مدیریتش کنی یا مثلا بگی نیست یا آروم باشی، نه تحمل میکنی. آستانه تحملت بالا میره، تاب آوریت بیشتر میشه. حالا من داشتم به یه چیزی فکر میکردم. ببین تو من یه چیزی رو اینجا بگم، امکان نداره تو بتونی فشاری که بازار بهت تحمیل میکنه رو مدیریت کنی. تو میتونی مدت زمانی که تحت این فشار هستی رو مدیریت کنی. آستانه تحمل دیگه در حقیقت آستانه تحمل چند دقیقه است، چقدره؟ میدونی چی میگم؟ من یه سری از تمرین‌ها رو دارم واسه خودم انجام میدم، بقیه هم توصیه کردم. من رو میخوا میستم، آیس بث میرم. خب تو حمام یخ میری، یخ اصلا سرد نیست، یخ درد داره. یعنی تو وقتی میری حمام یخ یه وانو پر یخ میکنی و ما دوش آب سرد نیستین که بگی سردم میشه. تو تنها چیزی که احساس نمیکنی اونجا سرماست. تو تک تک نورون هات فقط سیگنال درد میفرستن به مغزت، یعنی پوست درد میگیره و بعدم میسوزه انگار آتیش گرفتی. تو وقتی این رو تحمل میکنی با این ریاضت ها، تو بازار هم صبورتر میشی. مدیتیشن بخش عظیمش اینه که من یه جا بشینم و فیزیکالی تکون نخورم و نه خوابیدم نه هیچی، نه سرم تو گوشیه نه چیزی.
یعنی حوصله‌ام سر میره 20 دقیقه جا بشینم هیچ کاری انجام ندم چشمام بسته باشه و به قصد خوابم نیست. این یک حرکت به شدت سخت ریاضته. این آستانه تاباوری من رو توی بازار بالا میبره. حالا من اگر بشینم، چند روز پیش من یه جای پست دیدم میگفتش که استاد فلانی خیلی خفنه حاجی، صبح تا شب پای چارته. این آدم تریدر نیست، تحلیلگره. تو میتونی صبح تا شب بشینی تحلیل کنی، ولی ترید روح و روان سینما دیگه. منتقد سینما اکانتی که داری باهاش ترید میکنی دموی که هیچ حسی نداره. تو اکانت ریل تو هر سودی که میکنی، اون آدرنالین راشی که ترشح میشه و تو تجربه میکنی، اون هیجان بالا رفتن ضربان قلبت از خوشحالی بگیر تا اون کورتیزولی که بابت استاپا طول کشیدن اینکه تارگت بزنی، حجم استرسی که داره در تو ترشح میشه و میکس این هورمونا رو با هم دیگه داشته باشی، ماکسیموم 1 ساعت بهتره کنه 2 ساعت. کسی که میگه من 8 ساعت میشینم ترید میکنم، آخه چه پوینتی داره 8 اصلا تریدر نیست. من باید موافقم. من ببین همیشه میگم آقا من نمیتونم، شاید بشه فلان. من این یه مورد رو قطعی حرف میزنم، غیر ممکنه. آخه اصلا هیچ تعریفی نداره. اصلا غیر ممکنه. غیر ممکنه. نداریم. این تخیل دروغه. امکان نداره. من اینو چی دروغه؟ 8 ساعت بشینی ترید کنی و سودده باشی و اون اکانت ریل باشه، غیر ممکن. آخه مگه مغز چقدر میتونه بکشه، چقدر میتونه هندل بکنه؟ تو چقدر ترشح هورمونو میتونی تحمل کنی؟ حالا در مورد ترشح هورمونا اگه دقت کرده باشی خیلی هستن تو اکانت دمو خوب عمل میکنن، با پول واقعیشون همون آدمه، همون چارته. پس اینجاست که اهمیت روانشناسی ترید معلوم میشه، چیزی که خیلی ها ایگنورش میکنن. من فکر میکنم 70% وجود یک تریدر موفق تو همینه. پس اگه موافقی یه اپیزود حرفه‌ای در مورد روانشناسی ترید بریم. دعوا نکنیم دیگه. نه دیگه دعوا نکنیم دیگه، بشینیم علمی در مورد روانشناسی دیگه. اونجا مخالفت نیست، چیز منطق. آقا 2 به علاوه 2 میشه 4. مخالفی؟ آره. خب چند میشه؟ 2 به علاوه 2 تو ایران میشه نیم. واقعا 2 تا تو ایران 4 تا نمیشه. من مخالفم. من اینو دیدم. آره. ببین من اینو یه چیزی بگم، تو چشای من نگاه کن، شما هم اگر مخالفید بفرمایید، من در خدمتم. 2 تایی اماراتی میشه 4 تا تو امارات به دنیا آمده باشی. نه 2 تاش میشه 10 تا. 2 تای ایرانی میشه 4 تا. 2 تاش میشه نیم. نیستم. 2 به علاوه 2 4 نمیشه، بستگی داره کجا باشی و کی باشی. 2 تایی آقازاده میشه 50. 2 تای منم اون موقعی که شروع کردم 4 نشده. من اینو تو زندگیم با پوست و گوشت و استخونم تجربه کردم. 2 تام شده نیم. نیمامو جمع زدم تازه برسم به 4 که یه آدمی که 2 تاش به راحتی میشده 4. پس یه پروسه رشد کامل رو طی کردی. فکر نمی‌کنم تو کامل که نه، ولی اوکی. فکر کنم همین ایده بوده که طی کردم. جر خوردم. اگه جر خوردم پروسس بله. تو به ققنوس معروفی دیگه، خیلی هم دوستش داری ققنوسو. پس از تو دل اون خاکستر ققنوست متولد شده. خب ببین یه مبحثی ما تو ترید داریم به اسم confirmation bias یا اینکه به فارسی میشه سوگیری تاییدی. سوگیری تاییدی یعنی اینکه تو به عنوان یک تریدر میای فقط منابع و اطلاعاتی رو دنبال میکنی که تایید کننده عقاید خودته. مثلا تو اگر اعتقاد داری که بیت کوین مثلا میرسه به $200,000، فقط میای اخباری رو دنبال میکنی که تایید میکنه اون عقیده تو رو. این کانفرمیشن بایس رو تو خودت میبینی تو؟ یعنی این ضعف دیگه در حقیقت. آیا این ضعف آره تو خودت من این رو میبینی؟ دارم. من خودم شخصا معاملات شورت رو بیشتر از معاملات لانگ میپسندم. یعنی مثلا از ریزش بازار وقتی سود میکنم بیشتر بهم حال میده. یعنی بیشترم دنبال این هستم که شورت بگیرم تا اینکه بخوام معامله لانگ باز کنم. نمیدونم چرا اینطوریه، ولی به طور کلی سعی میکنم که رها ترید کنم و بعد رها بودن رو تمرین کرد. یه چیز جالبی که راجع به روانشناسی تریدر وجود داره اینه که هیچ کدوم از تمرینایی که مرتبط به روانشناسی تریدره در بازار نیست. یعنی تو نمیشینی این رو پای چارت تمرین کنی. تو یه جا میشینی یه قالب یخ میگیری دستت، انقدر نگرش میداری، انقدر دردش رو تحمل میکنی که این آب شه، هیچی ازش نمونه. این باعث صبر تو بازار میشه. یعنی اصلا کلا تمرینا هیچ ربطی به بازار نداره، چون تو داری خودت رو تربیت میکنی. از لحاظ روحی حاضرت میکنه دیگه.
کلا صبورت میکنه. پس patient is key. یعنی patient is not the key only okay. خیلی چیزا هست، یعنی فقط in terms of trading. حالا معنی فارسی چی میشه صبر کلید موفقیت توی تریدینگه. صبر، کنترل احساسات، زیاد آفرین، ایموشنال ترید نکردن یا به قول معروف احساساتی ترید نکردن، شدن اینکه فکر کنی 100% انتقام نگرفتن از بازار. چون obviously بذار من بازار رو برات مثال بزنم، ذهنیتی که خودم دارم. در ضمن بگم همین اشتباهات خودم قبلا انجام دادم. من هنوزم مرتکب میشم، چیز عجیبی نیست. من سعی میکنم دیگه کمتر مرتکب بشم. به نظر من بازار مثل یک رینگ بوکسه که یک کسی مثل مایک تایسون توش وایساده، حاضر، آماده. تو بدون اینکه تمرینات بدنی و تمرینات هوازی و تمرینات روحیه‌ای نداشته باشی نمیتونی بری و حریف اون آدم بشی. اینو قبول داری؟ 100%. قبول داری؟ آره. خدا رو شکر. یه چیزا تو قبول داشتی. خب آره دیگه. آره دیگه. پس بنابراین همون بحث مدیتیشنی که خیلی جدیش نمیگیرن، خودت هم میدونی. مثلا یارو میگه یعنی چی من برم یه جا بشینم به هیچی فکر نکنم. خب پس دیگه همینه که 5% از آدما تو بازار مالی موفق میشن، 95% نمیشن. خب تو یه چیزی رو جدی نمیگیری دیگه، یعنی فقط میخوای بری همون یه کارو انجام بدی. یه چیزی جدی نمیگیری که به قول من 70% و به قول تو 90% تعیین کننده سرنوشت معامله‌ای که باز میکنی. چرا اینقدر همه فقط چسبیدن به بخش تکنیکال؟ این ضعف از کجا میاد؟ موضوع تکنیکال نیست. ببین آدما میچسبن به هیجان. ترید کردن هیجان انگیزه و خب جذابه. مدیتیشن اصلا جذاب نیست. تمرین ریاضت اصلا جذاب نیست. اینکه تو بری رو میخ واستی اصلا یه میخ نیست. این نیل پدا رو میگم، این یه پد دیگه، یه پد بهش میگن نیل پد دیگه. آره. رو اون واسطادن اصلا چیز جذابی نیست. اینکه تو بری حمام یخ اصلا چیز جذابی نیست. تمرینای صبر، تمرینای کنترل ذهن، ایموشن و تنظیم کردن هورمونا اصلا چیز جذابی نیست. اینکه تو رژیم بگیری که من آقا این ماه هورمونام اوکی باشه، چون غذایی که ما میخوریم رو هورمونامون تاثیر داره، اصلا چیز جذابی نیست. واسه همین هیچ کی بهش توجه نمیکنه. من میرم میشینم پای چارت در میارم. نه، تو داری میری پای چارت. ببین نکته که باید توجه کنی اینه، من وقتی میرم پای چارت من دارم اعصاب خوردی دیروزم رو میبرم، دعوا با همسرم رو میبرم، بدهیامو میبرم، مشکلاتمو میبرم، ترومامو میبرم، بچگیم رو میبرم، بلوغم رو میبرم، همه چیو با خودم دارم میبرم پای چارت. ولذا اینکه فکر کنی من فقط برم تحلیل رو در بازار یاد بگیرم، تحلیل یه داستانه، اجرای اون تحلیل یه داستان دیگه است. یعنی هوک زدن که همون هوک زدنه، چون این هوک. خب ولی این کجا؟ مال مایک تایسون کجا؟ اون هوکی که میزنه پشتش 1000 مدل نفرت و فشار روانی و ترومای بچگیاشه. واسه همینم تو رینگ بالواقع اون حریف جر نمیده. و واقعا هم همین داره سیاهیای کودک درونش رو جر میده. داره فشارهای روانیش رو جر میده. میدونی چی میگم؟ خودش هم میاد میگه راجع به این قضیه خیلی اوپن صحبت میکنه، خیلی واضح راجع به این قضیه صحبت میکنه. اینکه تو میری تو بازار ترید میکنی، تو تحلیل نمیکنی، تو داری خودت و احوالات درونیت رو برمی‌داری میبری توی بازار. واسه همین بله 95% از آدما در بازار موفق نمیشن، ولی 95% هم به هیچ کدوم از این موارد توجه نمیکنن. 10 دقیقه مدیتیشن حوصله ندارن بکنن، کتابم نمیخونن، ایموشن‌های خودشون هم نمیشناسن، خودشناسی هم نمیکنن، در نهایت به هیچ کجا هم نمیرسن. طبیعیه که نرسن، یعنی برسن جای تعجب داره. تو پشت فرمون ترید کردن تایید میکنی؟ تایید نمیکنم ولی من میکنم. الان که دیگه پشت فرمون نمیشه. من اگه یادت باشه از مخالفانش بودم. آره پشت فرمون ترید کردن و من پشت فرمون ترید نمیکنم، معاملا بازه. آخه الان خیلی تازگی‌ها ترند شده که الان تو که این 5-6 سال پیش فکر کنم کارو می‌کردی، هر کسی که پشت فرمون یا موقع شاپینگ ترید کنه خیلی آدم کولیه. ببین اما اگر داره نمیشه همینجوری ردش کرد. من یه نکته‌ای رو اینجا بهت بگم. من میام رو چارت، روش تحلیلم اوردره. میام اوردر میذارم، اوردرم فعال میشه پشت فرمونم. اوردر بلاکا رو میگی؟ نه اوردر گذاشتم. یا روش تحلیلم با آلارمه. من اومدم تو تریدینگ ویو آلارم گذاشتم پشت فرمون. من که نمیشینم خونه خب بچه‌ها واسیم آلارم من بخوره 7 ساعت پای چارت اینجوری نشستم چارت، نه دیگه، میرم به زندگی میرسم. من آلارم گذاشتم و آلارمی که گذاشتم پشت فرمون اکتیو میشه. خب یه دقیقه میزنم بغل یا پشت چراغ قرمزی معامله‌مو باز میکنم. یعنی من تحلیلم رو قبلا انجام دادم، تریگر ورودم رو آلارم گذاشتم، تریگرم با آلارم رو گوشیم صدا داده، بعد معامله‌مو باز میکنم. معامله فی الواقع
پشت فرمون فقط داره باز میشه. من پشت فرمون تحلیل نکردم، وگرنه بله من خودم پشت فرمون الان که دیگه راننده دارم، ولی بله من تو ماشین، سینما، بیرون همه جا ترید میکنم. ولی تحلیلم اون لحظه نیست، تحلیلم جای دیگری بوده، آلارمم تریگر داده، ورود کردم و این طبیعیه، چون من قرار نیست همش پای چارت باشم. پس قبول داری که ترید کردن توی سینما و پشت فرمون غیر اصولیه؟ نه همین الان این همه اصول تعریف کردم، نه قبول ندارم، خیلی هم اصولیه. ترید کردن توی سینما اصلا کار اشتباهی نیست، تحلیل کردن تو سینما اشتباهه. ترید کردن تحلیل رو جای دیگه میکنی، تریگر تو سینما داد، خب ترید کن. خب من تو نمیگی در مورد مدیتیشن الان صحبت نمی‌کردی؟ مدیتیشن یعنی چی؟ یعنی زندگی کردن تو اون لحظه، درسته؟ با آرامش داره، ولی یکی از معنیاش اینه. خب چرا من که الان رفتم فیلم ببینم باید ترید کنم موقع فیلم دیدن؟ آلارمش اومده. خب آلارمت اومده دیگه. فکر نمی‌کنی اون فیلم دیدن کمک میکنه که ذهنت یه خود بازتر بشه برای یک ترید اصولی تر؟ فکر نمی‌کنی که توی سینما ترید کردن با توجه به اون محیط، با توجه به اون اتمسفری که داره، احتمال داره بعد از اینکه پوزیشنت واشو تو تصمیم گیری به اشتباه بندازتت؟ تصمیمی نمیگیری دیگه، تو استاپ تو وقتی پوزیشن تو باز میکنی تصمیم نمیگیری؟ تحلیل رو قبلا کردم، اصلا نه دیگه معلومه که نمیگیرم. نه تصمیم رو قبلا من میگیرم. من میشینم 4 تا بررسی میکنم، قیمت رسید به اینجا به من تریگر بده. من تو سینما هم تریگرمو داده، معامله‌مو باز میکنم، استاپم از قبلش میدونم کجاست، فقط دارم عدد وارد میکنم. فی الواقع اگر اوردر نذاشته باشم کسی معمولا اوردر میذارم، اصلا هیچ کاری نمیکنم. من تو سینما معامله باز میشه، خودش هم تارگت استاپ میزنه. من نمیگم من این کارو نمیکنم، منم میکنم، ولی نشون دادنش فکر نمیکنی یه سری رو به اشتباه بندازه؟ زیاد تو سینما رو نشون ندادم صادقا. نشون دادم اما کمه. شاپینگ سنتر رو نشون دادی. شاپینگ دیگه عادیه دیگه بابا. من به راستش بگم اونو منم دوست دارم، چون خیلی حال میده. هم موقع یه پولی در میاری و هم موقع میتونی خرجش کنی. من اینجا مخالف تو هم. چرا مخالفم؟ تو میگی تریدر الان یه چیزی باب شده جدیدن، همه یارو میاد کت شلوار میپوشه با کروات، بعد میشینه تو خونه ترید میکنه. جان آدم تو خونه کت شلوار میپوشی؟ من پا میشم با شلوارک بالا میچینم پوشیدم، پا میشم میام پایین ترید میکنم. خب پس این که ما بیایم این شغل رو به گونه‌ای نشون بدیم که شما یک کارمندی 9 صبح پا میشی، صورت تاپ میزنی، 9 دقیقه میشینی پای چارت ترید تو میکنی و به زندگیت میرسی، نیست. وال استریت استایل. نه اون چه وال استریت چی؟ منم میدونم که چرت و پرته. الان تو میای ساعت 9 صبح که هیچی، میای ساعت 2 بعد از ظهر بازار نگاه میکنی هیچی نیست، 2-3 تا آلارم ست میکنی، اگر قیمت به اینجا رسید اون موقع ترید میکنم. آلارم یکیش ساعت 11 شب میخوره، بیدار بودی ترید میکنی. یکیش ساعت 2 شب میخوره، بیدار بودی ترید میکنی. نخورد هیچ کاری نمیکنی، قیمت رنج بوده اونجا نتونستی هیچ کاری انجام بدی. ولی الان دقیقاً دارن نقطه مقابلش رو به مخاطب منتقل میکنن. تو اگر تریدری باید پای چارت بشینی، بشین خونه، مانیتور بزرگ نیاز داری. من با اون مانیتورم کال اف دیوتی بازی میکنم، حال میده، فیلد اف ویو بهم میده. اون مانیتور واسه ترید نیست، اون واسه مانیتور واسه فیلد اف ویو بازیه. اصلا گیمینگه 49 اینچ اولترا واید، گیمینگ اصلا معروفه. ببین اگر اون مانیتور گیمینگ نیست پس چرا انقدر ریسپانسش پایینه؟ مگه ترید ریسپانس میخواد؟ واسه چی پایینه؟ چون اون مانیتور گیمینگه، تو واسه گیم طراحی شده. ولی الان محتوا همش رفته سمت این ماجرا. یارو میاد 50 تا مانیتور میچسبونه، 50 تا اغراق، 5 تا 6 تا مانیتور این بالا پایین، که مثلا من تریدر اف ام 7 تا هم ساعت، این نیویورک، این فلانه. داداش یه سایت هست باز می، یه سایت چه 100 تا سایت هست، سرچ کن فارکس سشن تایمینگ تمام واسط میاره. بعد حتی اصلا الان سیستم گرافیکیش هم از قشنگ بهت میگه الان کدوم رو کدوم یکی اورلپ کرده، الان این بازار با اون بازار اورلپه. بعد 7 تا چارت تو یه چارت رو نمیتونی تحلیل کنی. نه یارو تو من یه چارت رو نمیتونم تحلیل کنم، 7 تا چارت جلوم باشه تحلیل کنم؟ بی خیال ولم کن، ترند شده دیگه. میدونی تو یه دونه چارت میخوای تحلیل کنی انرژیت میره. من 3 تا چارت تحلیل میکنم تا شب خوابم میگیره، میگرنم میگیره. یارو 7 تا چارت تا همزمان داره تحلیل میکنه. چرت و پرت دیگه، دروغه دیگه. میگه نه من تو این دارم RSI رو میبینم، تو این مکدی رو میبینم، تو اون دارم واکنش فلان به فلان رو میبینم. داداش ولم کن، RSI مکدی میندازی اون پایین دیگه. من اصلا تو اکثر معاملاتم با گوشیه. RSI مکدی هم با اون، از تو RSI مکدی چی میخوای در بیاری که اگر اونجا باشه میبینی اینجا باشه نمیبینی؟ اینا رو کی پاسخ میده؟ ولی کامنت ها استاد ما رو پندیده، استاد رویز رویز چه رنگیه، استاد ویلا چند متره. کسی که به درجه استادی در بازار مالی میرسه تو میلیونر نیستی، جای کارت میلنگه دیگه. چی داری درس میدی؟ مگه میشه تو پول درس بدی پول نداشته باشی؟
اینو که من بانک پشتم پول نداشته باشم. مثل زمان ما کسایی که دانشجوی هنر بودن حتما باید عینک گرد داشتن، حتما باید خیلی عجیب لباس میپوشیدن، حتما باید مثلا یه سبک خاصی صحبت میکردن و مثلا کافی میخوردن. اون زمان قدیم. حالا بعد ثابت شد آقا جان نشون بده چی تو چنته داری، تو پروفایل چی داری. من پول درس میدم، پولم نشون میدم. من دستاوردم، پولم شواف میکنم. اگر بدنساز بودم سیکس پکامو میکردم تو چشتون. ندارم. البته اگر داشته باشم همونم باز میکنم تو چشتون. تو چش من؟ تو چش همه. سیکس پک داشته باشم من خدا رو بنده نخواهم بود. من که از خدا تو سیکس پک داشته باشم میدونم ولی میکنم چشت دی. من لخت میرم بیرون، انروتیت میشم. کلا پادکست‌ها رو لخت میگیرم. خیلی متشکرم که امروز اومدی. دعوای خوبی بود. دیگه دعوا نداری؟ من و آدم مخالفت نداریم. ما 10 سال دوستیم. 10 سال با هم دیگه دوستیم. 10 سال همینجوری هم دعوا داریم. همینجوری دعوا داریم. ولی میخوام ازت قول بگیرم اپیزود بعدیمون که با هم بودیم دعوا نکنیم و بشینیم و منطقی در روانشناسی ممکنه مخالف باشیم. من در مورد دو تا مطلب صحبت بکنیم. یکی روانشناسی ترید، یکی اینکه وسط حرفم نپریم. راجع به روانشناسی ترید حرف بزنیم. روانشناسی ترید دومش رو نمیتونم قول بدم. گفتگو خیلی خوبی بود آدم. ممنونم که اومدی.